دوام میدیم. یک کفکوبی برای بانوی زیبا. سلامت باشید. خوش آمدید مهمانان عزیز. خوش آمدید. مرحبا. خوش آمدید. همراهان عزیز، حاضرین گرامی، ما امروز برای جشنگیری یک عید جهانی عید نوروز جمع آمدیم. من همین شما رو به این روز خوشبختی زنده‌شوی طبیعت و آغاز کشت و کار بهاری تبریک می‌گویم. چنانکه بزرگان می‌گویند نوروز جشن احیای طبیعت، بیدارشوی زمین و زمان و قلب و روح آدمان بوده و بشارت از فیض و برکت روزگاران است. عید نوروز همیشه آوان به آلایش کودکان را به خاطر می‌آورد. پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عید نوروز را عید جهانی اعلام نموده و سخنان پرمحتوای دیگر را بیان نمودند. نوروز رشته جاودانه پیوند انسان و طبیعت دقیق‌ترین میزان رفتارهای فصل‌های سال و روزگار عالم است. این سخنان پیشوای ملت برای ما راهنما هستند. بار دیگر همه شما همداران عزیز، ساکنان سربلند و آبادان جماعت را و در سیمای شما همه ساکنان تاجیکستان و ساکنان سرگرا به این روز نوروز جهانی تبریک می‌گویم و همگان تنین ساعت خودجمعی روزگار آباد و آسمان صبح و بهبود را تمام دارم و از زبان شاعری گفتنی‌ام. بعض می‌گویند در چمن نوروز است، دور غلغل‌فکنی نوروز است، همه جا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. حاضرین گرامی، امروز برای تبریکات نوروزی و بزرگی و جماعت ما راهبری محترم اعظم علیزاده رئیس نهایی بخشاد و مهمانان من با کمال احترام سخن را با رئیس نهایی محترم علیزاده اعظم میگم. مرحمت. همداران عزیز، همه شما و تمام ساکنان جماعت را و فرارسی عید بین المللی نوروز و سال نو اجدادی از نام مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه و شخصا از نام خودم صمیمانه تبریک و مبارکباد گفتم. برایتان سلامتی، عمر دراز، فیض و برکت روزگار، بخت اقبال نوروزی و تمام شادی روی جهان را تمنا دارم. طوری که اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید کردند، اصالت اجتماعی اخلاقی نوروز خیلی بزرگ بوده. نشانه تفکر سازنده و بشردوستانه خلق ما هنوز از زمانهای خیلی قدیم به حساب می رود. یعنی رسم و آیین و سنت‌های نوروزی در وجود خویش پدیده‌های برجسته انسانگری و معنویات بلند را جای دادند که شناخت حقیقت آن با خودآگاهی معنوی و خودشناسی ملی اینچنین توسعه فرهنگ اخلاقی جامعه مساعدت می‌کند. در رابطه با این می‌خواهم با افتخار و قناعتمندی ابراز نمایم که نوروز به همه تاریخی غنی و رنگینش در کشور ما محض با شرافتی استقلالیت دولتی با تمام حلاوت و رنگی آن همچون رمز روز نو، سرشوی سال نو و اقدام و تشبس‌های نو احیا گردیده امروز و بهترین وسیله خوششناسی خودآگاهی ملی، وحدت و همدیگرفهمی مردم تبدیل است. واقعاً در دوران استقلالیت عید فرخنده نوروز به صفت جشن سازندگی بنیادکاری، پیغام بخت و سعادت، نوید صلح و ثبات و تلاش برای فرد درخشان کشور حیات ما را مضمون و تراوت نو می‌بخشد. با تاکید پیشوای معظم ملت، جشن نوروز که این روزها در دیار بیشتاسای ما تجدید می‌گردد، پیوندگرد زمان‌ها، نگهدارنده سنت‌های والی نیابان، ریشه پیوند نسل‌ها، بازگشت به اصل خیز و احیای بهترین رسم و آیین و عنعنه‌های ملی ما را می‌باشد. با شرافت استقلال و آزادی وطن محبوبمان و در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، نوروز این آینه فرخنده بیابانمان از نو احیا گردیده. برای رشد من بعدی رسوم نوروزی تمام زمینه‌ها معین گردیدند. 13 سال پیش از این عید نوروز جهانی شد، مقام بین المللی گرفت. باوری کامل دارم که ما شما
با تجلیل جشن نوروز امساله برای تطبیق و دستور هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که از پیامشون و مجلس عالی برمی‌آید بیشتر سعی تلاش کرده برای سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی از صدق دل در صدق دل سهم شایسته خود را می‌گذاریم. دیار ما را باز هم آباد و خرم و روزگار ما را پر از شادی و نشاط می‌گردانیم. بار دیگر جشن نوروز فرخنده و بهار نازنین به همه شما مبارک بادا. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باشد. عید نوروز مبارک. دوست محترم رئیس خانم شما رو خیر مقدم میگم. بار دیگر همه شما رو با عید نوروز تبریک میگویم و نوبت رو به سرخورون و دشمن میگم. شما در مهمانان عزیز محترم رئیس، من از نام خودم و از نام تمام مردم مهمان دوستی مهنتکارین سامانیان جشن نوروزی شما هم خوش آمدید میگویم و به همه شما پیش از همه عمر دراز، رزق روان و در کارهای پرمسئولیتان بروباره بنظیرات تمنا دارم.